نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما عزیزان قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. مسئولان ریاست معادن ولایت غزنی با رئیس و هیئت تکنیکی شرکت خارجی استخراج معادن هنگ کنگ دیدار کردند. در این دیدار غزنی به عنوان ولایت غنی از نگاه منابع معدنی معرفی گردید و معلومات در مورد ذخایر طلا در مناطق هودقل و الاغزار ولسوالی جاغوری با جانب شرکت شریک ساخته شد. همچنین هیئت مشترک متشکل از نمایندگان شرکت، تیم‌های تکنیکی وزارت معادن و ریاست معادن ولایت با همراهی ارگان‌های امنیتی از ساحات مورد نظر بازدید نموده و مطالعات ژئولوژیکی و نمونه‌برداری انجام دادند. نمونه‌ها جهت آزمایش به وزارت معادن انتقال داده شده و در صورت دریافت نتایج مثبت عقد قرارداد استخراج طبق مقررات انجام خواهد شد. و ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی از توزیع کمک‌های غذایی برای 2143 خانواده مستحق در ولسوالی جاغوری خبر داد. این کمک‌ها توسط مؤسسه پاور و با حمایت مالی برنامه جهانی غذا یعنی WFP طی 4 روز توزیع گردیده است. بر اساس گزارش برای هر خانواده اقلامات غذایی شامل آرد، برنج، روغن، دال، نمک، غذای کودکان و آرد غلات توزیع شده است. جلسه مشترک کمیته حفاظت از معادن ولایت غزنی به ریاست معاون والی الحاج مولوی سردار محمد مدنی امروز در مقام ولایت غزنی برگزار شد. این نشست با سکرتریت رئیس ریاست معادن و با حضور ادارات زیربط دایر گردید. در جلسه گزارش‌های در خصوص استخراج قانونی معادن، وضعیت قراردادها، عواید حاصل شده و ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم ارائه شد. معاون والی با تاکید بر استفاده قانونی و شفاف از منابع معدنی بر جلوگیری از استخراج و قاچاق غیر قانونی معادن و تقویت هماهنگی میان ادارات مربوطه تاکید کرد. و ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت غزنی در هفته روان از جلوگیری 2 مورد نکاح اجباری زنان در ولسوالی‌های اجرستان و واقع از این ولایت خبر داده است. بر اساس این گزارش در ولسوالی اجرستان زنی که شوهرش وفات یافته بود و از حق نکاح دلخواه محروم شده بود، پس از بررسی موضوع از سوی محتسبین و مطابق اصول شرعی با رضایت کامل به نکاح شرعی شخص مورد نظرش درآمد. همچنان در ولسوالی واغز از نکاح اجباری زنی که شوهرش وفات یافته است و دارای یتیمان می باشد جلوگیری شد و فیصله گردید که وی می تواند با فرزندانش به گونه مستقل زندگی کند. و الحاج مولوی سردار محمد مدنی معاون والی ولایت غزنی در نشستی به منظور بررسی وضعیت کمپ معتادین و تقویت مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و مواد مخدر را پدیده مهلک خوانده و مبارزه جدی و همه‌جانبه با آن را یک ضرورت اساسی عنوان کرد. این نشست با اشتراک ادارات زیربط برگزار شد و در آن پیرامون مشکلات معتادین تحت تداوی، راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر و رساندن آن به صفر بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردید. همچنان بر آموزش و تربیه معتادین تاکید شد و فیصله شد تا استادان مجرب در زمانهای معین در کمپ معتادین توظیف شوند. قماندان امنیتی ولایت غزنی اعلام کرده است که در نتیجه تلاش‌های نیروهای امنیتی 2 میل اسلحه و مقدار قابل توجه مرمی از مربوطات ولسوالی قره‌باغ کشف و ضبط گردیده است. همچنان آمریت مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی خواجه آمری 2 تن معتاد به مواد مخدر را بازداشت نموده و به منظور تداوی کامل
آنان را به کمپ صحی 500 بستر مربوط به مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه غزنی معرفی کرده است. نشست کمیسیون اصلاحی نظامی با حضور والی ولایت غزنی، رئیس کمیسیون اصلاحی نظامی، مسئولان نظامی، ملکی و علما در تالار جلسات مقام ولایت غزنی برگزار شد. در این نشست بر تحکیم نظام اسلامی، تقویت هماهنگی، اخلاص و اطاعت در چهارچوب نظام تاکید گردید. رئیس کمیسیون اصلاحی نظامی بر لزوم اطاعت از اوامر و احکام اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تاکید کرد و والی ولایت غزنی نیز بر مسئولیت پذیری و دیانت در انجام وظایف تاکید نمود. و کمیسیون جمع‌آوری اجناس تاریخ گذشته تقلبی و بی‌کیفیت به ریاست صنعت و تجارت ولایت غزنی از ساحات جوی بازار مرکز شهر غزنی نظارت به عمل آورد. این نظارت با اشتراک نمایندگان ادارات زیربط انجام شد و در نتیجه آن از دکان‌ها و دواخانه‌ها مجموعاً 17 قلم اجناس تاریخ گذشته شامل مواد غذایی، لوازم بهداشتی، مشروبات غیر الکلی و ادویه‌جات جمع‌آوری گردید. ریاست شهروالی غزنی با همکاری کمیته مشترک شهری به منظور تامین نظم ترافیکی در بازارها و سرک‌های عمومی شهر اقدام عملی را انجام داد. در جریان این روند وسایطی که به گونه غیرقانونی در چهارراه‌ها و مسیرهای رفت آمد مردم توقف داده شده بودند از محل جمع‌آوری و به بخش‌های مربوط به مدیریت ترافیک منتقل گردیدند. هدف این اقدامات کاهش ازدحام، رفع موانع ترافیکی و تامین سهولت و مسئولیت در رفت آمد شهروندان عنوان شده است. شهروالی غزنی از شهروندان خواسته است تا وسایط خود را تنها در پارکینگ های تعیین شده توقف دهند. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، نیروهای امنیتی در ولسوالی ناوه این ولایت 6 تن را به اتهام شکار غیرقانونی پرندگان بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه این افراد در ساحه آب ایستاده نزدیک به قریه ملک الدین هنگام شکار غیرقانونی شناسایی و دستگیر شدند. بازداشت شدگان باشندگان اصلی ولسوالی دیله ولایت پکتیکا بوده و پس از طی مراحل ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. و همچنان قماندانی امنیه ولایت غزنی اعلام کرده که منصوبین محافظت شعرا در جریان تلاشی در کتل روزه مربوط به مرکز ولایت غزنی موفق به کشف و ضبط 4 کیلو و 380 گرم مواد مخدر نوع تریاک از داخل یک اراده موتر شدند. در پایین رویداد 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیدند. به گفته مسئولان مواد مخدر یاد شده از ولایت بغلان به مقصد ولایت فرا انتقال داده می شد. افراد بازداشت شده پس از بررسی‌های ابتدایی به منظور تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی به مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت غزنی تسلیم داده شدند. و مسابقه علمی میان مجاهدین قماندانی امنیه ولایت غزنی تحت عنوان تأثیر اطاعت در استحکام نظام شرعی برگزار شد. این رقابت از سوی مدیریت تعلیم و تربیه قماندانی امنیه ولایت غزنی با هماهنگی اداره فکری و فرهنگی الکوثر راه اندازی شده بود که در آن حدود 480 تن از مجاهدین اشتراک داشتند. و همچنان در هفته روان مسابقه تحریری کتابخوانی تحت عنوان جنگ فکری از سوی آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی برگزار شد. الحاج ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی با تاکید بر ترویج فرهنگ مطالعه و رشد فکری جوانان از ادامه برگزاری چنین رقابت‌های علمی خبر داد. به گفته وی در این مسابقه حدود 400 تن اشتراک داشتند که بیشتر آنان را شاگردان مکاتب و مدارس تشکیل می‌دادند. سید جلال زاهد امیر امور جوانان گفت که نتایج این مسابقه به تاریخ 24 جدی در تالار مقام ولایت اعلام خواهد شد و برای برندگان جوایز از جمله موتورسایکل، کامپیوتر، بایسکل و ساعت در نظر گرفته شده است. و 43579 جریب زمین در ولسوالی جغتوی ولایت غزنی پس از تشخیص و تثبیت تکنیکی به عنوان ملکیت دولتی ثبت گردید. این زمین ها در ساحات بندری و بیتقلی ولسوالی جغتو موقعیت داشته و از سوی کمیته تکنیکی جلوگیری از غصب و استرداد زمین های ولایت غزنی مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی های تکنیکی زمین های یاد شده بایر، مرتفع و عاری از هر گونه تصرف غیرقانونی تشخیص و تثبیت شد
مسئولان میگویند که بر اساس تصمیم کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده، زمین‌های سفید فاقد ادعای غصب به گونه رسمی به عنوان ملکیت حکومتی ثبت می‌گردد. قابل یادآوری است که پیش از این نیز در ولسوالی‌های مالستان و اجرستان ولایت غزنی 180,000 جریب زمین به عنوان ملکیت دولتی تشخیص و تثبیت شده بود. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، صبح روز یکشنبه یک مورد آتش‌سوزی در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر غزنی به وقوع پیوست. این آتش‌سوزی حوالی ساعت 7 صبح در یک دکان نجاری واقع در سرک شفاخانه ملکی در نتیجه بی‌احتیاطی و روشن ماندن بخاری رخ داده است. بر بنیاد این خبرنامه، تیم مسلکی مدیریت اطفائیه قماندانی امنیه ولایت غزنی به گونه فوری به محل اعزام شد و توانست آتش‌سوزی را به موقع مهار کرده و از گسترش خسارات جلوگیری نماید. قماندانی امنیه غزنی با اشاره به افزایش رویدادهای آتش‌سوزی از شهروندان خواسته است در استفاده از وسایل گرمایشی تدابیر لازم ایمنی را به طور جدی رعایت کنند. و شاروالی غزنی با تیم تکنیکی وزارت شهرسازی و مسکن دیدار کرد. این تیم به منظور همکاری تکنیکی در بهسازی و منظمسازی ساحات غیر پلانی در نتیجه تلاش‌های شاروالی غزنی به این ولایت اعزام شده است. هیئت وزارت شهرسازی و مسکن ضمن قدردانی از تلاش‌های شاروالی بر همکاری تکنیکی عملی تاکید کرد. شاروالی غزنی با اشاره به تعهداتش به شهروندان گفت که غزنی به تدریج به سوی ساحات پلانی و منظم شهری حرکت می‌کند و سطح خدمات شهری در تمام مناطق افزایش خواهد یافت. و ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی گزارش داده که در ولسوالی ناوه با همکاری مؤسسه پاور و حمایت مالی برنامه جهانی غذا یعنی WFP کمکی غذایی برای 1370 خانواده مستحق طی 4 روز توزیع شد. در این توزیع هر خانواده 100 کیلو آرد، 50 کیلو برنج، 15 لیتر روغن، 18 کیلو دال، 3 بسته نمک، غذای کودکان و 4 بسته غذای غلات خشک دریافت کردند. در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از واردات و عرضه مواد نفتی بی‌کیفیت، کمیته جلوگیری از تیل، مواد نفتی و گاز مایع بی‌کیفیت و غیر قانونی در شهر غزنی 2 تانکر حاوی حدود 70 تن تل فاسد را شناسایی و ضبط کردند. به گفته مسئولان در مورد تل‌های ضبط شده مطابق احکام نافذه تصامیم لازم اتخاذ خواهد شد. همچنان به تاجران و فروشندگان هشدار داده شده است که از واردات و فروش مواد نفتی به کیفیت خودداری کنند تا از خسارات اقتصادی، تخریب وسایل و آلودگی محیط زیست جلوگیری شود. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی بر اساس راهنمود رهبری تغییرات جدید در سطح مدیریتی این قماندانی به میان آمده است. طبق این خبرنامه محترم ملا غیاث‌الدین همت مدیر پیشین کشف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی به عنوان مدیر جدید مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه غزنی تعیین و طی مراسمی به کارمندان معرفی گردید. همچنان بر اساس خبرنامه قاری منظور احمد مصعب که پیش از این مسئولیت مدیریت مبارزه با تروریسم را بر عهده داشت به عنوان مدیر کشف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی منصوب شده است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت های دیگر کشور. دستگاه تولیدی 22.75 مگاوات برق آفتابی نقلو در ولسوالی سروبی کابل در هفته روان طی مراسمی با حضور مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا در این مراسم گفت این دستگاه به هزینه 18 میلیون دلار ساخته شده که تا حد مشکل کمبود برق در کابل را حل خواهد کرد. در مورد افتتاح دستگاه تولید 22.75 مگاوات برق آفتابی نقلو در ولسوالی سروبی کابل همکارم گزارش را تهیه دیده است که با هم میشنویم. پروژه تولید برق آفتابی به ظرفیت 22.75 مگاوات در منطقه نقلو ولسوالی سروبی مربوط شهر کابل از سوی شرکت برشنا و بهره برداری سپرده شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم افتتاح این پروژه برق را برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور مهم دانست و از شهروندان خواست تا در مصرف برق صرفه جویی کنند. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان
با سعی و تلاش وزارت انرژی و آب و با سعی و تلاش هیئت رهبری شرکت برشنا الحمدلله امروز بیشتر از 1200 مگاوات برق در ظرف یک سال سرمایه گذاری صورت گرفته است. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا این پروژه انرژی پاک را نمونه برجسته از تعهد امارت اسلامی افغانستان در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی دانست و گفت که اکنون بدون حمایت خارجی پروژه های تولید برق داخلی در سراسر کشور تطبیق می شود و کارهای آن با سرعت ادامه دارد. دغه پروژه لیو اړخه که اقتصادي ارزښت لري، لبل اړخه د اسلامي امارت هغه هوډ او تصمیم چې هغه د اقلیمي تغییراتو د مخنیوي لپاره هڅه ده روښانه کوي. در این پروژه 18.2 میلیون دلار آمریکایی هزینه شده که برق مطمئن را به 32,000 خانواده در منطقه نقلو و شهر کابل میرساند و همچنان حمایت بزرگ برای بخش‌های صنعت و تجارت فراهم می‌کند. به گفته رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا در آینده نزدیک پروژه تولید برق آفتابی و ظرفیت 35 میگاوات در شهر کابل آغاز خواهد شد. د دې ټولې پروژې جمله لګښت تقریبا 18 میلیونه ډالر ده. موږ به وکولای شو چې د دې پروژې په اساس باندې د دغه ساحې او د کابل ولایت د برېښنا د کمبود ستونزې تر یو حده پورې یو څو فیصده سره مرفوع. بر اساس معلومات شرکت برشنا این نخستین پروژه برق آفتابی در سراسر کشور است که در مدت 14 ماه تکمیل شده است. این پروژه سالانه 24,000 مگاوات برق تولید خواهد کرد و با سرمایه گذاری سکتور خصوصی ساخته شده است. و پلیس امنی عامه با همکاری ریاست عمومی ترافیک در جریان یک هفته گذشته 1310 اراده موتر شیشه سیاه و بدون اسناد را در دروازه‌های ورودی شهر کابل و محل‌های تلاشی شهری متوقف کردند. وزارت امور داخله میگوید که از این میان 127 موتر به شهرک پلیس منتقل و 1183 اراده دیگر که موترهای ولایتی بودند اجازه ورود به شهر کابل را دریافت نکرده و دوباره به ولایت‌های مربوطه‌شان بازگردانده شدند. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در سال گذشته 15 طرح در نشست‌های کمیسیون اقتصادی تایید شده است. به گفته آقای مجاهد این طرح‌ها شامل طرح ساخت مجتمع تفریحی بام هرات در ولایت هرات، مسوده استراتژی انکشاف ملی، مسوده پالیسی عواید سکتور معادن، پالیسی‌ها و طرح‌های خودکفایی در بخش‌های مهم اقتصادی، پالیسی اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، به سرمایه‌گذاران ساخت سردخانه‌ها، معافیت مالیاتی 5 ساله، مسوده پالیسی پروسس و صادرات مواد معدنی، در طرح سرمایه‌گذاری به ارزش 2 میلیارد و 274 میلیون افغانی، قراردادهای پروژه تولید و انتقال برق با سرمایه‌گذاری 20.7 میلیارد افغانی، امضای تفاهمنامه تولید 10,000 مگاوات برق با سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلار در افغانستان، امضای قراردادهای 4 پروژه برق با سرمایه‌گذاری 243 میلیون دلار با ازبکستان، امضای مکانیزم تمویل پروژه‌های عام المنفعه، امضای تفاهمنامه‌ها و قراردادهای تولید برق با ظرفیت 9407 مگاوات، تصویب 57 معیار و طرزالعمل آزمایشی در بخش مواد نفتی و امضای قرارداد پروژه‌های رسانیدن برق به ولسوالی‌های قوش‌تیپه و درزاب جوزجان. شرکت هوایی آریان افغان میگوید که 2 انجین طیاره به ارزش 4.7 میلیون دلار آمریکایی از ترکیه و صربستان خریداری و روز سه‌شنبه هفته روان با پرواز کارگو به کابل منتقل شده است. شرکت مذکور افزوده که این انجین ها بر روی طیاره‌های بوئینگ 737 و ایرباس 310 نصب و فعال خواهد شد. به گفته شرکت هوایی آریان افغان، با نصب و فعالسازی این انجین ها ظرفیت پروازها افزایش یافته و برنامه‌های پروازهای داخلی و بین المللی بیشتر از پیش تقویت خواهد شد. و در جریان سال 2025 میلادی 350 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرده است. همکاران در مورد گزارش می‌دهند.
همزمان با ختم سال 2025 میلادی، دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات از رشد و پیشرفت‌های زیاد در عرصه صنعت و سرمایه‌گذاری در این سال خبر داده است. به گفته سخنگوی والی هرات، تنها در سال گذشته میلادی 350 کارخانه بزرگ و کوچک تولیدی جدید در شهرک صنعتی این ولایت آغاز به فعالیت نموده است. الحمدلله به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات و مسئولین مرکزی امارت اسلامی برای رفع مشکلات و فراهم آوری سهولت‌های بیشتر در راستای کاهش تعرفه ها و آسانسازی روند صدور جواز و بخش های دیگر، همه اینا سبب شده تا ما شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در بخش صنعت در ولایت هرات باشیم که در کنار سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در این بخش شده، الحمدلله زمینه اشتغال برای صدها جوان در این شهر نیز فراهم گردیده است. از سوی هم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات نیز در کنار بیان پیشرفت‌های به میان آمده در عرصه سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی این ولایت تاکید می‌کند که در جریان سالهای اخیر صدها کارخانه در بخش‌های مختلف تولیدی تأسیس شده است. وقت 4 ساله که امارت اسلامی آمده، فابریکات زیاد اینجا ایجاد شده که ما میتونیم گفته که به تقریبا 1000 کارخانه به این 4 سال جور شده. شماری از مسئولان در شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی هرات نیز همکنون از جریان منظم فعالیت‌های تولیدیشان سخن می‌زنند و تلاش‌های بزرگان امارت اسلامی را در امر ایجاد تسهیلات می‌ستایند. از نخی که ما تولید می‌کنیم هم روپاک جور میشه، هم شلوار جور میشه و همین محصولات متفاوت بابت لباس‌ها مثلا جاکت جور میشه به شکل مختلف، یعنی هر محصول جور میشه. تعداد تولیدات روزانه در حدود 8 تا 10 تن می باشه و صادرات به کشورهای چین، ایران و ترکیه می باشه و صادراتی که بیشتر صورت میگیره به اساس درخواست هایی که از اون کشورها ما داریم به اونا صادر میشه. قابل ذکر است که در حال حاضر هرات در محراق توجه امارت اسلامی در امر تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی و تأسیس کارخانجات مختلف تولیدی قرار دارد. و وزارت مالیه میگوید که به ارزش بیش از 600,000 دلار آمریکایی برخی وسایط جدید برای گمرکات حیرتان، ناقینه و فرا خریداری شده است. به گفته وزارت مالیه این وسایط شامل 3 اراده لودر، 3 اراده دمپر و 2 اراده تانکریاب می باشد که از سوی ریاست عمومی گمرکات این وزارت تهیه شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید به هدف حمایت از سکتور زراعت نزدیک به 2 میلیارد افغانی قرضه پرداخت کرده است. همکارم با شرح بیشتر این گزارش. سال 2025 میلادی برای افغانستان علاوه بر تطبیق پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در بخش زراعت و مالداری نیز با دستاوردهای به همراه بود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در سال گذشته میلادی به منظور حمایت از دهقانان و مالداران و رشد سکتور خصوصی از طریق مرابحه و مضاربه نزدیک به 2 میلیارد افغانی قرضه پرداخت کرده و برای ترویج روش‌های نوین زراعت بیش از 2500 قطعه نمایشی ایجاد کرده است. صندوق واجهه انکشاف زراعت وزارت زراعت از طریق تمویل مالی اسلامی و با استفاده از خدمات مرابحه و مضاربت مبلغ نزدیک به 2 میلیارد افغانی را در اختیار دهقانان و مالداران و فعالان سکتور خصوصی قرار داده است تا زمینه رشد زراعت و مالداری تقویت اقتصاد ملی فراهم گردد. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که یک سردخانه عصری را با ظرفیت 100 متریک تن در ولایت فاریاب با تمام تجهیزات و امکانات لازم نیز ساختند و کار ساخت یک سردخانه عصری دیگر را با ظرفیت 600 متریک تن در ولایت پکتیکا آغاز کرده است. با منظور ترویج شیوه‌های نوین زراعتی در 34 ولایت کشور 2503 قطعه نمایش گندم شالی و جواری ایجاد شده است که نقش مهمی در افزایش حاصلات و ارتقای دانش تکنیکی دهقانان دارد. از سوی دیگر اتاق تولیدات زراعتی افغانستان این اقدام را از سوی امارت اسلامی به منظور حمایت از سکتور زراعت، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم و خودکفایی این سکتور یک گام مهم می‌داند. زمینایی که در کابل و در ولایت است به سکتور خصوصی واگذار شود تا که تاجر کشور ما در بخش سکتور سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاری کنند. از یک فرصت چرخش اقتصاد و گردش می‌آید و در پهلوش اشتغال زایی را ایجاد می‌کند.
با گفته مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در سال 2025 میلادی برای ترویج نسل گاوهای اصلاح شده شیری از طریق القاح مصنوعی 200,000 رز گاو توزیع کردند و 21 کلینیک درمان حیوانات و دفاتر اداری مربوط به آنها را ترمیم کردند و در سبزخانه‌های ولایات ننگرهار، کنر، قندهار، بلخ، نیمروز و کابل 305,000 نهال مختلف جنگلی تولید کردند. و مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اظهارات اخیر سخنگوی ارتش پاکستان در مورد ساختار حکومتی و اجتماعی افغانستان را به شدت محکوم کرده است. آقای مجاهد در صفحه ایکس خود نوشته است این اظهارات ارتباطی با واقعیت ندارد و با معیارهای یک ارتش مسئول در تضاد است. او از نهادهای مربوطه پاکستان خواسته است به جای تبلیغات غیر منطقی علیه افغانستان بر حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند. سخنگوی امارت اسلامی با بیان اینکه افغانستان از ساختار امنیتی نیرومند و رهبری مقتدر برخوردار است، تاکید کرده که هر گونه اظهار نظر در مورد امور داخلی افغانستان و به کارگیری زبان تهدید برای افغانها قابل قبول نیست. مولوی ذبیح الله مجاهد افزوده است امارت اسلامی از نهادهای ذی‌ربط پاکستان می‌خواهد با در نظر گرفتن حساسیت روابط میان دو کشور رویکردی مسئولانه و بیانات سنجیده را در پیش گیرد. پس از بسته شدن راه‌های تجارتی افغانستان با پاکستان، صادرات از بندر شیخ ابونصر فراهی افزایش یافته است. همکارم با شرح بیشتر این گزارش. صادرات از بندر شیخ ابونصر فراهی رشد چشمگیری داشته است. مسئولین در ریاست صنعت و تجارت فراه میگویند طی یک ربع گذشته بیش از 591,000 دلار آمریکایی از بندر شیخ ابونصر فراهی صادرات داشتند. په دا تیر رب کې د فراه د مرز څخه لوبیا د سیب انګور هغه انار چې د عربي کشورو ته صادر شوي دي چې دوبۍ د په دې کې شاملېږي، ایران هیواد ته دی او زموږ تازه انار د قندهار قطر هیواد ته هم صادر شوي دي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. تر هغه مخکې صادراتو کچه لوړه شوې او دا د صادراتو ارزښت چې دی د دغه تیر ربع 5,198 امریکایی دلار ته رسیږي. این مسئولین می‌افزایند که با بسته شدن مسیرهای کشور پاکستان و توجه به راه‌های بدیل تجاری صادرات از بندر شیخ ابونصر فراهی 2 برابر افزایش یافته است. نو د کوم وخت چې هغه اعلان نه وروسته موږ صادرات پر بدیل لارې شوي، مخکې که موږ فیصدي کو 10% تر 15% صادرات کېدل په میاشتې کې، اوس لله الحمد دا تر 80% او تر 15% باندې اوښتي دي. یعنې په میاشتې کې موږ دغه صادرات لرو پر مرز باندې. موږ د قوس په برج چې تیر شو، دا تیر برج صادرات موږ د مرز څخه نو تقریبا که ووایو تر 40 تر 45 موټرو پورې یا 50 موټره جتابس موږ سره ثبت دی دا صادرات شوي دي. باید گفت که بندر شیخ ابونصر فراهی در مرز با کشور ایران قرار داشته که در این اواخر با رشد تجاری خوبی همراه بوده است. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. سفارت فلسطین روز دوشنبه هفته روان پس از آن که بریتانیا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت، رسما در شهر لندن پایتخت این کشور افتتاح شد. به گزارش رسانه‌های بین المللی، حسام زملود سفیر فلسطین در لندن طی مراسمی به همین مناسبت این اقدام را یک لحظه تاریخی و منطقه‌ای مهم در روابط میان دو کشور عنوان کرد. حسام زملود افزود این سفارت نمایانگر حق مسلم مردم فلسطین برای داشتن یک کشور مستقل و برابری بین ملت‌ها است. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرده است که با امداد روز سه‌شنبه هفته روان زلزله با شدت 6.2 درجه ریشتر منطقه چوگوکو در غرب ژاپن را لرزانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره هواشناسی این کشور گزارش داده که مرکز این زلزله در ولایت شیما نبوده و تاکید کرده که هیچ گونه خطر سونامی در پی ندارد. شرکت برقی جوگوکو که نیروگاه هسته‌ای شیمانه را در فاصله حدود 32 کیلومتری محل زلزله مدیریت می‌کند گفته است که فعالیت واحد شماره دوم این نیروگاه به گونه عادی ادامه دارد. بر اساس گزارش اداره تنظیم مقررات هسته‌ای ژاپن گفته که پس از این زلزله هیچ گونه مشکل در تأسیسات هسته‌ای گزارش نشده است. و بر اساس گزارش رویترز بهای جهانی نفت روز چهارشنبه هفته روان کاهش یافت و چین امریکا را به زورگویی متهم کرده است. این واکنش پس از آن صورت گرفته
که امریکا ونزوئلا را تشویق کرد که تامین نفت خود را از چین منحرف و تا 2 میلیارد دلار نفت خام تحت تحریم را وارد کند. در گزارش رویترز آمده که این توافق در راستای هدف اعلام شده رئیس جمهور امریکا برای کنترل ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا انجام شده است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشد. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.